دوستان درود، خوبید؟ عالی باشید. این اولین ویدیو کانال منه. امروز پنجشنبه است. بررسی بررسی این کارت، این کارت، این کارت و این کارتی. حالا این کارت چی هن؟ آقا هالند، آقا میسی ها که اینجا هستن، اینجا، و این کوچولو آقا جوان سله. لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره و اینستاگرام رو حتما دنبال کنید. دوست داشتید اونجا شورت های ویدیو معطلی هاری. دوستان امروز اومدیم و بالون دور آمده که مال آقا میسیه که من دوتاشو انجام دادم که دوتاشو انجام دادم که یکیش با مسی بعد وین بیارید، یکیش هم با مسی وین بیارید، دوتاش با وین بیارید، یکیش هم فکر کنم گل بزنید. این یکی برای ابجکتیو کجاست؟ ابجکتیو اسکیل میده، این اروپا کلاب برای اون ابجکتیوه. بس بعد این هالندو هالووین کلیم ریواردش ایناست. ابجکتیوش رو انجام میدید تا بتونید 100 تا سکه بگیرید. حالا 100 تا سکه چجوریه؟ مش پنالتی شوته، چالش های کلاب اروپا و با جی لیگ. این چالش ها رو انجام بدید میتونید راحت 100 تا سکه مفت بگیرید. اینی که همیشه هست کریر ابجکتیو. میریم سراغ بخش اصلی. میریم تو کانکت اول. بکاری که اومده آقا میسی اومده. آقا میسی یه بالون دور 100 اپیک ازش اومده. اپیک اول که کارتش واقعا عالیه. اینجا بعضی جاها براتون استاتسای خوبش رو میذارن. نها کنید کارتش عالیه، واقعا خیلی کارتش خوبه. اگه تونستید اگه گرفتی که خیلی شانس دارید دیگه، واقعا باید شانسش داشت. نها کنید واقعا کارت خوبی داره. کینگ آف فوتبال داره، مثبت 4 داره. یه کارت دیگه داره، این کارتشه. این کارتش 105 میشه. توی حرفایی که من شنیدم این کارتش 104 میشه. این کارتش هم برف آف فید داره، اسپیدش فکر کنم زیاد میشه. و کلا اینا هایلایت ها انزو، آقا انزو فرناندز، آلوارز، امیلیانو، جوردی و سرخیو، آقای الکسیس سانچز، نیکولاس آتامندی و نفر آخر پدرو پورو. چرا اومده حالا؟ چرا؟ چون تو بارسا باش همتیمی بوده و هایلاتش اومده. این از پک اینا. نمیخوام ویدیو زیاد طول کنم چون ویدیو اول اونن. بریم اینجا. هالند اومده، بلینگهام، سانه، انکتیا و ایسکوی که بعد بالاخره اومده. چون ایسکو فکر کنم 6مین بازی بود که بهترین بازیکن شده بود از 10 بازی. بالاخره اومده. حالا زیر می‌نویسم براتون. آقای پاولوتی و بقیه اومدن که حالتش خوب دبلیو ترینشونه. اینور چیه؟ جمالیتو، دونارما، جسوس، کاماوینگا، والیسون، مک‌آیر، آکانجی. این اگه دوست داشتید میتونید برش بزنید. پکار دیگه چیز خاصی بینید دیگه. قرعه خوبی نیومده. همینا این قرعه هم که آقای گندوقان و رودریگوشون، گواردیولاشون، خویچا بین سقاره 5 داره. این دوباره 5 داره. آقای کولوسفسکی اومده، مهاجما وندل کرومانی و آنتونیو سیلوا. حالا اینا چی جوری هن که مکسشون چی جوریه؟ گراونبرگ همونه مکسشون. میریم اینجا مکس بس میاریم بهتون میگم. اینجا همه 500 شده، لو 500 شده، خیلی گرون شده. نکنید مکسشون گذاشته 98 میشه، 98 96 اینجوری میشه. کلا چیزایی که اومده بازیکنای مچ مثلا بهتون نشون میدم. میخایل مودریک 97، آقا دیکیته بابا 94 95 96 هم شاید برسه. تو ایونت هایی که اومده و ایونت هایی که اومده و ایونت هایی که بهتون خوبه. یا التیمیت اومده که میریم اینجا 50 تا کوین اینجا بدیم. اسکیلا رو کنیم. این که فکر نکنم یه دونه اسکیل اینجا بده تو این
ایونت مسی بالون دور اینجا کامل میشه. اینجا تونستید بدید قوله لالیگا، لیگا براو که همون جیلیگ خودمونه، برزیدن کتاب قوله پوتو اسکیل دوتا وقتی میریم پایین میشه 100 تا سکه تا الان. یه اسپانیش کلاب اومده که چیز خوبی بازی کنید. اسپانیش کلاب دو اومده که این انجام شده باید کنیم اینا که اومده کلن پوتوها که اومده کلن 100 ایونت گارد 100 تا سکه میشه و کلا اینجوری بود این هفته. پس حتما اگه ویدیو داشتید این اولین ویدیو چنل من بود، حتما اگه ویدیو داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید تا یه ویدیو دیگه. فوتبالیا خداحافظ.